سال 1377 یک رستوران بین راهی بین چالوس و مرزن‌آباد به دلیل تخلفات بهداشتی بسته شد. پلیس گزارشی دریافت میکنه که یک دختر و پسر یک کلبه جنگلی اطراف این رستوران اجاره میکنن و فردا صاحب کلبه متوجه میشه که اثری ازشون نیست و به پلیس گزارش مفقودی میده. گزارش‌های مفقودی توی اون محدوده بیشتر میشه و پلیس وارد عمل میشه و به این رستوران مشکوک میشه. مجوز جستجو با سگ رو میگیره و وارد رستوران میشه. بعد از ورود سگ‌های جستجوگر به رستوران، سگ‌ها به سمت یخچال گوشت حمله ور میشن و صاحب رستوران به دلیل توزیع گوشت فاسد دستگیر میشه. گوشت‌ها به آزمایشگاه برده میشن و بعد از نتیجه تست مشخص میشه که گوشت‌های داخل یخچال گوشت انسان بوده. مشخص میشه که مجموعاً 6 زن و مرد در این رستوران خورده شدند. طبق حکم دادگاه کسایی که توی این ماجرا دست داشتن بامداد سال 1378 به دار آویخته شدند.